صدیقه چیکار میکنی؟ سلام، خوبی؟ سلام. دارم با قند لاکان پاک میکنم. چرا؟ چون من روزه هستم. اوه آفرین. دایی میدونستی تو خونه ما همه میرن جهنم؟ چرا؟ بلکه هیچکی روزه نمیگیره، فقط من و مامانم میگیری. بابا؟ بابان که همش قلقلی میپکر نمیتونه بگیره. چرا اینقدر دیشب گریه میکردی نذاشتی بخوام دایی جان؟ دیشب همه خونه ما افتای دعوت بودن، تو که نبودی. من از تو حیاط اومدم دیدم همه نشستن سر سفره گشنگی دارن میمیرن. بهشون گفتم بخورینامو، از اون گفتن دیگه. همه شروع کردن به غذا خوردن. یهو دخترمون تلویزیون روشن کرد وسط غذا، یهو گفت الله اکبر. ببین دو دستی زد تو سر خودش. تازه داشتن از اون میگفت و این همه غذاشون خورده بودن. بیبی گو دختره بوسک تقصیر تو شو، روزه من باطل شد دیگه. مامانم گو عیبی نداره، گناهش کردن صدیقه. من همیشه تنگیه کردم. آخه تو چجوری روزه میگیری؟ من روزه کله گنجشکی میگیرم. گشنم که میشه یواشکی چی بخورم، به خدا میگن خدایا حواسو نبود. دیگه تو روزه میگیری؟ بله. کوبینی زبونه؟ دروغ میگی. اگه روزه بودی زبون سفید بود، لباتن خشکی میزد. چرت و پرتایی میگه. هی نخور. چرا گفتی؟ حواسو نبود، میذاشتی بخورم. حالا شالتو چرا انقدر صفتی؟ بلکه خانم دینیمو گفته هرکی که روزه میگیره با هم موهاش معلوم نباشه. شیمای محمدی همیشه موهاش اینجا و حتما میره جهنم، به موهاش آویزونش میکنه. تو مگه روزه نیستی یا پشت سر همین حرف؟ تو خودت در روزه نیستی، همه با دختر حرف زدن الکی گشنگی نکش. برو برو یه غذایی بخور. روزه نیست.